بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، من رمضانی هستم در چنل نور قرآن 14 با یکی دیگر از آموزش‌های روحانی قرآن مجید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یکی دیگر از قواعد روحانی قرآن مجید حرکت‌های کوتاه قرآن هستش. ما در زبان فارسی 3 تا حرکت کوتاه داریم، در زبان عربی هم 3 تا حرکت کوتاه داریم. اون 3 تا حرکت کدوم است؟ ا، ا، او. در زبان عربی تلفظ او به این شکل: ای او، ای او. این تلفظ حرکت های کوتاه قرآن مجید هستش. تنها تفاوتش اینه که ما در زبان فارسی میگیم اونا میگن ای. ما در زبان فارسی میگیم او، عربا میگن او. خب حالا برای اینکه این درس رو به خوبی یاد بگیریم صفحه 597 رو من خدمتون قرائت میکنم. شما هم به دقت گوش کنید، ببینید حرکت‌های کوتاه رو من چطور تلفظ میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین. من فقط 3 تا آیه اول رو خدمتتون بگم که یه خورده با دقت‌تر گوش کنید. ما اگه به زبان فارسی بخوایم این سوره رو بخونیم میگیم و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین. نگاه کنید، اما در زبان عربی اینطور نیست. میگیم و تینی و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. این تمام نکاتی بود که در خصوص حرکت‌های کوتاه قرآن باید خدمتون عرض می‌کردم. حالا نوبت اینه که یه بارم خودتون سوره مبارکه و تین و زیتون رو با تلاوتی که داشتیم تمرین کنید. تا جلسه بعدی شما رو به خدا میسپارم. حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید و این پست رو هم لایک کنید. ممنونم.